این ماهی چنان مرد را دوست داشته است که از آب پریده تا او را به آغوش گیرد. در گرد و اطراف ما هم رانندگانی به چشم میرسند که تا اندازه چنین کارهای میکنند. همین خیلی نه آنها با این کارشان مسافران را در خطر میمونند. این راننده طوری رفتار کرده ایستاده است که گویا راه از پدرش به او میراث رسیده باشد. معلوم می شود که این مرد از اینجا باری اول میگذرد، زیرا نمیداند که اینجا راه نیست. دوستان، یک خبری بهترین به شما داریم. اکنون ما اویاکاسای خود را گشودیم و شما می توانید که تمام بلیط ها را به نرخ ارزان از اویاکاسای ما دسترس کنید. هر وقت که می خواهید و چه معلوماتی که لازم دارید از هر نقطه دنیا با تمام صندوق چیپته ها را طریق رقم های در روی اکران بوده در تماس شده دسترس کنید. با ما خرید چیپته باز هم ارزانتر و آسانتر می گردد. به فکر شما این مرد چه فکری در سرش داشت؟ یک جای ببینیم که چیکار میکند. عقاب در لای ساحل در مانده است. این گروه باشد یک جای او را برآورده از مرگ نجات دادنی‌اند. بالاخره او را به حیات عادیش برگرداندند. در زمان ما مردم چنان به تلفن وابسته شدند که حیات خود را به آن تصور کردن نمی‌توانند. مثلا این راننده‌ای که به صدمه دچار شده است حتی پروای ماشینش را ندارد، بلکه کوشش می‌کند فقط تلفنشان را نجات دهند و بس. آیا شما هم به این اندازه این دختر چیزی را دوست می‌دارید؟ می‌توانید در کامنت‌ها نویسید. این سه چرخه از کار زیاد خسته شده خواست گریزد. برادر عزیز زود باش این را بدار تا یگان ناخوشی نشود. این کارگر برای باز داشتن ماشین راهسازی هر کاری که از دستش آمد کرد. بالاخره در کارش موفق هم شد. باز هم راننده که کشیدن ترمز دستی را فراموش کرده است. ماشین چنان به صاحبش صمیمی است که حتی یک لحظه از او جدا شدن نمی‌خواهد. معلوم می شود که این سنجاب خیلی گرسنه شده است. برای همین خوراک را می دزدید، ولی افسوس که صاحب خانه رسید و آمد و خوراک را از سنجاب گرفت. آفرین به این کارگران صادق و حلالکار که هر مشکلی خردی را بهانه نکرده کار خود را میکنند. حتما راننده این ماشین قاعده های رانندگی در راه را در شرایط بارانی خوب نمیدانسته است. برای همین ماشینش چپه شد. دوستان عزیز، طوری می نماید که گویا این کس در اول جنگاور بوده است. برای همین گوشت را چنان میده میکند که گویا با دشمنش می جنگیده باشد. ببینید چگونه شد. به راننده این ماشین تلفن لازم بوده است. برای همین به مغازه در آمده تا تلفن خرید، اما خیلی تنبل بوده است که حتی از ماشینش نفرآمد. وقتی این مرد با تلفن مشغول صحبت بود، ماری خردکک کوشش کرد که از زیر پایش او را گزد، ولی خوشبختانه پای افضل پیش این کار را گرفت. این آدمان دیدند که جانور به شاخه درخت در مانده است. به همین خاطر به جانور یاری داده او را نجات دادند. هر کودک به مادر خود سخت وابسته است. اگر هم روزی از مادر خود جدا شود خیلی بیقراری میکند. این آدمان باشند با پرنده خردکک با این اصول خوراک میدهند تا او حس کند که مادر خودش به او خوراک داده ایستاده است. برای همین ناترسانه خوراک خورده ایستاده است. گویا این درخت انتظار شد تا راه خالی شود، سپس افتید. از حالت ماشین فهمیدن ممکن است که در اینجا صدمه مرگباری به عمل آمده است. بسیار میخواستم فهمم که این صدمه چگونه به عمل آمده باشد. اگر شما کودک خردسال داشته باشید، آیا به آنها اجازه میدهید که در حوض یا کول یا به مانند همین گونه جایها آب بازی کنند؟ اگر همراه آنها دلفین هم باشد چی؟ این کودکانی که دیده ایستاده است همشان 5 ساله بوده یک جای با دلفین ها ناترسانه شنا کرده ایستادند.